بریم با هم یه خورش بادمجون خیلی خوشمزه درست کنیم. تمام نکاتش رو با دقت از 0 تا 100 توی این ویدیو براتون گفتم. برای درست کردن این خورش بادمجون خوشمزه به این مواد احتیاج داریم. همه رو با هم آماده میکنیم. اولین کاری که میکنم بادمجونامو توی روغن فراون سرخ میکنم. اگر میخواید بادمجونای به این طلایی و خوشگلی داشته باشیم باید حتما از روغن زیاد استفاده کنیم. حالا چرا روغن زیاد؟ به خاطر اینکه روغن زیاد اصلا روغن خیلی زیادی به بادمجون گرفته نمیشه وقتی توش سرخ بکنیم و بادمجونامون خیلی خوشگل و مجلسی میشه. بعد اینکه خب خیلی یک دست از آب در میاد. ولی اگر شما توی روغن کم سرخ کنید حتما شاید رژیمی باشه ولی خب بادمجونتون به هیچ عنوان شکل مجلسی رو به خودش نمیگیره. حالا تو بعضی مواقع من هم از روغن کم استفاده میکنم، اما چون امروز میخوایم خورشت بادمجون واقعی و مجلسی و خوشمزه داشته باشیم از همین رسیپی اصلیش استفاده میکنم. همینطور که میبینید بادمجونامون رو قشنگ سرخ کردیم، خوشگل، طلایی، شیک و مجلسی گذاشتیمش کنار. روغن اضافه مایتابمون رو خالی کردیم، یه مقدار خیلی کم توش روغن بود که گوجه‌هامون رو توش سرخ میکنیم. البته گوجه‌هامون رو نمیخوایم انقدر سرخ بکنیم که له بشن، حتی تفت کوچولو. بعد برشون میذاریمشون توی ظرف جداگانه. میریم سراغ درست کردن خورشتمون. گوشت که من آماده کردم از گوشت گوسفندی استفاده میکنم. یه مقدار توش ماهیچه میندازم و سعی میکنم خیلی چربیاشو نگیرم که اون خوشمزگی خورشتمون رو از بین نبرم. گوجه‌هامون به همین حد کافیه که سرخ بشه، میذاریمشون کنار. بادمجونمون هم که سرخ کردیم گذاشتیم کنار. توی همون مایتابه پیاز نگینی شده‌مون رو اضافه میکنیم، منتها دیگه بهش روغن نمیزنیم چون بادمجونمون روغن داره، گوشتمون چربه، پس احتیاجی نیست دیگه به این مایتابه ما روغنی اضافه کنیم. پیازامون که مقدار سبک شد، یک کوچولو طلایی شد، گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم، کامل تفتش میدیم تا آب گوشت از بین بره. و در کنار اینا زعفرون که میدونید خیلی مهمه برای این خورشت. قوره خیلی مهمه، من قوره ندارم، یه سری قوره بهم رسیده، حالا نمیدونم امروز ازش استفاده کنم یا نکنم. ببینید پیازامون که به این مرحله رسید ما گوشت رو بهش اضافه میکنیم، ادویه ها رو بهش اضافه نمیکنیم. من خیلی جاها دیدم که وقتی پیاز سبک میشه بهش ادویه میزنن، این کار باعث میشه ادویه بسوزه و یه طعم تلخی خورشتمون بگیره و گاهن نتونیم خوب گوشت رو توش سرخ بکنیم. به خاطر همین ما همیشه وقتی پیازمون به این شکل یک مقدار طلایی شد و سبک شد گوشتمون رو اضافه میکنیم و شروع میکنیم گوشتمون رو هم زدن. فعلا هم بهش ادویه ها رو اضافه نمیکنیم تا گوشتمون به طور کامل از خامی در بیاد و تغییر رنگ بده و به اصطلاح آماده این باشه که بخوایم خورشتمون رو بهش ادویه بزنیم و اونو بار بذاریم. فعلا من اینو تفتش میدم. به این مرحله که گوشتمون رسید همینطور که میبینید این خامیش از بین رفت، گوشتمون رو یه مقدار سرخش کردیم. حالا میریم بهش ادویه هامون رو اضافه میکنیم. ادویه که من برای خورشت بادمجون میریزم یه مقدار پودر سیره، فلفل سیاه، مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم، پودر پاپریکا، یه مقدار نمک و یک سر قاشق چای خودی پودر هل. اینا رو بهش اضافه میکنیم. بعد وسطای کار دوباره نمکش رو اندازه میکنیم. اگر دیدیم نمکش کمه بازم یه مقدار بهش نمک رو اضافه میکنیم. بچه‌ها من همیشه توی خورشتام از چوب دارچین استفاده میکنم، مخصوصا خورشت بادمجونم. چرا از پودر دارچین استفاده نمی‌کنیم؟ چون پودر دارچین باعث میشه خورشتمون رنگش تیره بشه. ولی متاسفانه الان کمدمو نگاه کردم دیدم چوب دارچین ندارم. در نتیجه ادویه هامون رو اضافه می‌کنیم، گوشتمون رو با ادویه ها یه مقدار تفت میدیم. در نهایت که خورشتمون آماده شد، یک رو قبل از اینکه بخوایم سروش بکنیم از پودر دارچین استفاده می‌کنیم. فقط به خاطر اینکه خب خورشت بادمجون خیلی مهمه که عطر دارچین توش باشه.
منتها از اول نمی‌ریزیم که خورشتمون رو تیره کنه. این ادویه ها رو یک چند ثانیه‌ای تفتشون میدیم که عطرشون در بیاد. خیلی سرخ نکنید به خاطر اینکه تفت میشه خورشتتون بدمزه میشه. یه مقدار خیلی کم اینو تفت میدیم و جداگانه من اینو ببینید شعله گوشت رو گذاشتم روی یک که نسوزه ادویه هامون، فقط برای اینکه رب رو بهتون نشون بدم. توی این قسمت من رب رو جدا سرخ میکنم. هیچ وقت ربتون رو با گوشت و پیاز و ادویه ها سرخ نکنید. حالا اگرم بکنید هیچ اشکالی نداره، ولی برای اینکه میخوایم مجلسی درستش بکنید ما میاییم ربمون رو جدا توی روغن سرخ میکنیم، توی همون روغنی که بادمجون و گوجه ها رو سرخ کردیم، دیگه قرار نیست از روغن اضافه ای استفاده کنیم. من مقدار ربی که ریختم تقریبا 2 قاشق نصفی پر رب ریختم برای اینکه این ربش یه مقدار رنگش کمه، در نتیجه بیشتر ریختم که خورشتم هم خوشمزه تر بشه هم خوش رنگ تر. کامل ربمون رو سرخ میکنیم تا از خامی در بیاد. زمانی که ربمون از خامی در اومد به خورشتمون اضافه میکنیم. در این زمان تا ربمون کامل سرخ بشه و از خامی در بیاد ما برای اینکه ادویه‌هامون نسوزه آب خورشتمون رو اضافه میکنیم جوری که باید به این موضوع خیلی دقت کنید. 1 اندازه ظرفتون، 2 مقدار گوشت و بادمجون و گوجه‌تون، 3 اینکه جوری آب بریزیم که زمان آخر نه آب کم بیاد نه زیاد بیاد، یه خورشت جا افتاده خوب بهتون بده. من فکر میکنم برای خورشت من اینقدر کافیه. حالا من اینو اجازه میدم اینجا بمونه. رب سرخ شدم و الان بهش اضافه میکنم. اضافه کردم ربمو، یه مقدار هم میزنم که ربم کامل پخش بشه توی خورشتم. اجازه میدم که این خورشتم به طور کامل جا بیفته. ببینید چون ظرف من مایتاب است و بزرگ و پخشه شاید فکر کنید که آبش زیاده، ولی آبش زیاد نیست. حالا نتیجه کار با هم دیگه میبینیم. در خورشتمو میذارم، اجازه میدم 1 ساعت و نیم خورشت من جا بیفته. بعد از 1 ساعت و نیم چاشنی خورشتم اضافه میکنم و بادمجون و گوجم. ببینید خورشتمون آماده شده، کاملا اون سسش، اون آبش کاملا کشیده شده. میایم گوشتا رو میزنیم کنار، بادمجونامون رو میچینیم توی همین سس، جوری میچینیم که کاملا داخل سس قرار بگیره که مزه همه به خورد هم بره. چیزی که مهمه اینه که بعد از اینکه بادمجونامون رو چیدیم، گوجه هامون رو چیدیم، میایم چاشنی این خورشت رو بهش اضافه میکنیم. هم میتونید کلا اگر میخواین خورشتتون جدا باشه، بادمجون و گوجهتون جدا باشه، میتونید از این سسی که داخل خورشت هست بردارین و بادمجون و گوجهتون رو توی ظرف دیگه بچینید، سس رو بریزین روش و بذارین بپزه. من خودم شخصا همیشه دوست دارم اینا کنار هم قرار بگیرن، به خاطر اینکه خوشمزه تر و خفن تر در میاد. حالا باز بستگی به خودتون داره که چطوری میخواین این کارو بکنید. بادمجونا رو میچینیم، چون سسمون از قبل نمکی هست احتیاجی نیست که فعلا به بادمجونامون نمک بزنیم. بعد میایم گوجه ها رو میذاریم، این گوشتا رو قشنگ میدیم کنار، گوجه هامون رو میچینیم بدین شکل که میبینید. از این سس خورشتمون یه مقدار برمیداریم روی بادمجونامون میریزیم که قشنگ سسمون به خورده بادمجونا بره، همه اینا طعم همدیگه رو بگیره. شما برای چاشنیش اگر قوره دارین که عالیه، چون من الان قوره در دسترسم نیست. در نتیجه از آب لیموی تازه استفاده میکنم. همینطور که میبینید یه مقدار میریزم روی خورشتم، اونقدری هم نمیریزم که خیلی خیلی ترشش بکنه، همینقدر کافیه. بعد زعفرون رو به خورشتم اضافه میکنم. زعفرونم که از قبل دم کردیم آماده است، میریزم کامل روی خورشتم. اجازه میدم به طور کامل خورشتم جا بیفته. حالا نتیجه نهاییم باز بهتون نشون میدم. قسمت دارچین رو یادم رفت بهتون بگم،
خیلی کم میپاچیم روی خورشتمون. متاسفانه چون چوب دارچین نداشتم دیگه مجبور شدیم که از پودرش استفاده کنم، ولی خب از ارزش‌های این خورش هیچ کم نمی‌کنه، هم خوش عطره هم خوشمزه. اینم از پودر دارچین. دیگه دقیقاً خورشتمون رو می‌ذاریم، اجازه میدیم که یه تقریبا 20 دقیقه‌ای خورشت